اگر شما قرآن رو پیش یه یهودی بخونید 6 ماه 1 سال بعد از شما چی میسازه؟ یک یهودی. اگر قرآن رو شما پیش یه مسیحی بخونید 6 ماه 1 سال بعد از شما چی میسازه؟ یک مسیحی. اگر قرآن رو پیش یه آدم فاسق و فاجر برید بخونید، مبتدع، بدعت گذار، بعد 6 ماه 1 سال از شما یه آدم مبتدع و خرافه پرست میسازه. اگر قرآن رو پیش یک انسان کامل یا عالم ربانی بخونید 6 ماه 1 سال بعد از شما یه موحد به تمام معنا میسازه. مگه خوارج قرآن دستشون نبود؟ بود یا نبود؟ چرا؟ انقدر قرآن میخوندن که عموم مسلمان ها حتی بر قرآن خوندن اونها قبطه میخوردن. اسلاف و اکابر ما حتی حاضر نبودن حرف دین رو از بیدین بشنون، چون گاهی وقتا با لباس دین به جنگ دین میان، گاهی وقتا باطل رو آرایشی قرآنی و حدیثی میکنن و به خورد جامعه میدن. من باید بفهمم از کی دارم علم رو کسب میکنم، من باید بفهمم کلمات و جملات ولو دینی از کی میشنوم.